and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Hello there friends, I hope you're fine and healthy. Welcome to my new video from this channel. سلام دوستان عزیز، امیدوارم سعادتمند باشین. خوش آمدین به یک ویدیو جدید دیگه از این چینل. امروز میخواهم تا برایتان کپیتالایزیشن یا حروف بزرگ و حروف کوچک را بگویم که کدام ها است و همراه با تمام قوانینشان که کپیتال لتر و اسمال لتر در کجا استفاده می شود. پس ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و let's go. کپیتالایزیشن به دو پارت تقسیم شده که کپیتال لترز و اسمال لترز می باشد. کپیتال لترز شامل A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z می باشد. و small letters که دقیقاً همین حروف است. تنها اینجا فرقش چی می باشد که small letters حروف کوچک الفابت است و capital letters حروف بزرگ الفابت می باشد که در قسمت هم دقیقاً همون حرف است که شامل A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z می باشد. فعلا ما فهمیدیم که حروف بزرگ و حروف کوچک کدام ها می باشد و بریم براتان تمام قوانینش بگویم که در کجا حروف بزرگ و در کجا حروف کوچک استفاده می شود. هرگاه در یک جمله کلمه خاص یعنی اسم شخص، تخلص یا اسم فامیلی و یا موقعیت، مکان، روز، ماه، اسم برند یا اسم کدام کمپانی، شهرها، کشورها، زبانها و دین و نقل قول باشد، حرف اول جمله باید حرف بزرگ آغاز شود. و بریم براتان چند مثال ازش کار کنم که شما درست بفهمین و درک کنین. Example 1. مثال اول. My name is مصطفی ولی زاده. نام است مصطفی ولی زاده. در قسمت میبینین ما در اینجا در این جمله دو دانه اسم خاص داریم که یکیش مصطفی می باشد که اسم یک فرد و ولی زاده که اسم فامیلی یا تخلص می باشد که هر دوی از اسم خاص است. ما باید اولش باید با حرف بزرگ شروع کنیم. Example 2. مثال دوم. My house is near to قصبه. خانه من نزدیک قصبه است که در قسمت میبینین قصبه یک مکان است که ما باید حرف اولش با حرف بزرگ شروع کنیم. Example 3. مثال سوم. I always use Adidas brand. ما همیشه از برند ادیداس استفاده میکنم که در قسمت نام یک برند یا نام یک کمپانی است که ما باید حرف اولش با حرف بزرگ شروع کنیم. Example 4. مثال چهارم. I'm from capital of Afghanistan, Kabul. ما از پایتخت افغانستان از کابل هستم. در قسمت میبینین افغانستان و کابل هر دوی از این موقعیت می باشد که ما باید حرف اول هر دوی از این با حرف بزرگ شروع کنیم. Example 5. مثال پنجم. My native language is Dari. زبان مادری ما از دری که ما باید حرف اول دری را که یک زبان می باشد که یک اسم خاص است ما باید حرف اولش با حرف بزرگ یا capital letter شروع کنیم. Example 6. مثال ششم. My religion is Islam. دین ما است اسلام که در قسمت میبینین ما باید حرف اول دینه که اسلام است باید حرف اولش با حرف بزرگ یا capital letter شروع کنیم. Example 7. مثال هفتم. احمد asked what are you doing؟ چی انجام میدی؟ احمد پرسان که چی انجام میدی؟ که یک جمله نقل قول می باشد که میبینین حرف اول what که یک جمله نقل قول است ما باید حرف اولی را حرف بزرگ یا capital letter شروع کنیم. Example 8. و مثال 8. I hate Monday که ما باید حرف اول روزها را باید حرف اولش با capital letter یا حروف بزرگ شروع کنیم. I hate Monday. ما از روز دوشنبه نفرت دارم. Example 9. مثال 9. My birthday is in April. تولد ما است در ماه اپریل که ما باید حرف اول ما را یا حرف اول اپریل را باید با حرف بزرگ یا capital letter شروع کنیم. و حروف کوچک یا small letter. بعد از این حروفی که براتون گفتم از این قوانینی که براتون گفتم بعد از این ما میتونیم تمام حروف کوچک در یک جمله یا در یک لغت ما استفاده کنیم. با گونه مثال I hate Monday در این قسمت میبینین تنها در اینجا I که subject می باشد subject من و Monday که روز دوشنبه است که یک قوانینایش بود ما باید دو دانه را با حرف بزرگ شروع کنیم و دو دانه و باقی مانده‌اش میتونیم با حرف کوچک شروع کنیم. و این بود از درس کپیتالایزیشن
کپیتال لیترز یا حروف بزرگ و اسمال لیترز یا حروف کوچک. دوستا ویدیو ما به پایان رسید. اگر از ویدیو خوشتون آمد چینل را سابسکرایب کنین، زنگوله فشار بدین، ویدیو رو لایک کنین و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ و نگهدارت.